من چکار کنم؟ خود من شب روز تلاش میکنم وقتی که نمیشه روزگار بسیار شده. من هر شرکتی که میرم یک روز کار میکنم با 3 روز دیگه بیکارم. آخه من چکار کردم آخه نه آخه من چکار کردم زن میرو خود میکشم من از تو مدرکترین ند آخه نه تو خواهد بم رنگ تو شه آخه من تلنگ ندی این روزگار سه گفته چی کار کرد ایسا ما داما مرد ببالیدو همه بردار بلیدو نیسه تو باری دیدن مرد نریدو آخه من چکار کنم شب روز تلاش میکنم هر چی که در میزنم در والی مبسته میشه مردم از یک چه آخه پیاز که تلفنشی زندگی خود کنم تو چکاری تو از کی کرداری؟ ازن من اعصاب من خراب نکن که میرو خور میکشم تو مرا مرد خود کسیدی از خدا با که خبر مرد تو بیایه از خدا بایو آخه زسینه نزن آخه من عرصی میگم این دفعه دیگه اعصاب من خراب بشه خور میرم کشتن میدم تو غیرت نداری تو غیرت نداری بیرنگی بیار به تو میشناسم میگه غیرت نداری غیرت ندارم الان با تو نشان میدم سکو که خور میکشم اگه تو دیدی دیگه رد میره هرچی مسی بگو تو که هرگیز خدا رفته نداره میرم رخشویی میکنم میرم با خدا مردم میگفته میکنم خطق پیدا میکنم حداقل بهم شو خوبانه میدیه یه تا چیزی که بیدنگی یاد تو باشه که به خاطری که تو به من گفتی بیننگ بیهار خور برو بکش به دار بزن سکو خور میکشم یعنی من خودتو کار تو صبر کن خبر مرگ من میشنوی تو صبر کن روزگار که سیاه شد سنم از خدا نمیره میکنه خدا بزرگی بیرم کنه ای خدا اگه من به این بلده تو من بیرم کنه دستشی شد نمو نمیده شوی نمو اونا اگه بیان رو کنه رو بکی نمو بیان کسی بیچاره کسی تلفن چی دارم وار با کجایی؟ بله یعنی به تباخچه بیار برو تباخچه ای؟ ها آمادو سلام برو و علیکم بشین سلامتی شکر تیاره هستی؟ شکر الحمدلله شما خوبی؟ الهی شکر که خوب زندگی که داری تو سکو چقدر آسایش و آرامش یعنی من پینکسی ها یعنی روزگار خراب خیریت چه کاره؟ هیچی همین زن من از صبح تاشم جنگ و جنجال داره بم رد کار میرم به هر در میزنم کاروباری نیه تا به کارخونه مرتکه میرم 2 روز کار میکنم باز کارخونه تعطیل میشه خلاص همین در به در و بیچاره دیگه امروز دیگه میفهمی کارت خوار به استقون رسید چرا چیکار شد؟ تو زن خو اصلاح کرده نمیتونی از روز اول دیگه دم به خوبه دادی به دستی و کم هرچی به تو گفتی چشم خوارمه او شلیتی خودی از او گرفته نمیشه سیب مایه از درخت بید مایه ها دیگه هرچی که گفته به حرفی کدی بیخی قرض کدی فرض کدی از هر کاری که کدی فقط برای اون نواله بودی آموخته کدی انا کم بشی جواب بده باورگو خوارگو امروز امید خودم جنگ کرد یک شلیتی گیری ها کرد هر چی دهنی بیری شد به ما بگفتک ایت ناسزایی که به جهان بود به ما بگفت از همه بدتر امید بم در خونه دیدم نیولا امید تی چشمای خون گریدم که بم لغت زد من از خونه بیرو انداخت بنداخت بزو طرف هم هر چی هم دهنی بیری شد به ما بگفت ای خاک برنگ تو که تو همیته بستدی که تو لغتی بزنه به خدا مرجانی تو میبینو که کنتک از دوست نمیگیریم تو که روده های مگر خرمن میشو تو اشته گریر کرده بخیستی بیابدی اینجا غیرت که نداری ارزه که نداری خدا و غیرت با تو نداده و تا از این خونه بودی اشته به من گپ میزدی اشته دستور میدادی یک ذره که چای زلاته چه کار که نمیکردی چلا میتونی جلو زن خو بگیری
یاری تمالی به من میگی تم به من میگی بی غیرت بی غیرتی امروز از این نمیگم که بی غیرتی که جلو زن خود نمیتونی گرفته. امروز دیگه غیرت نشون میدم. اگه من خور به دار نزدم هرچی مستی برو زن چه هیچ کار کرده نمیتونی کنم یعنی خوشیر میره خوشیر میره مادش دنی خوبی تیار خوشحالی تو جوره بخیری چی حال و روزگار خیریته هیچی همین زن مشلیتی گیری کرد بزد آخه من چکار کنم با من دری میزنم درا بسته بشه میگه تو چرا کار نمیکنی مرد زده از خونه بیرو کرد دیگه چکار کنم خب تو پس بیرو کرد از خونه ها خب پس چی پلان داری بخیر هیچی همین پلان دارم خوب که برم خور به دار بزنم خور بکشم به شرطی که تم خودم همکاری کنی چیه میخندی؟ یعنی به تو هم میگم من خاکم اگر حال با تو نکم زده روزی که این مجرد بود به خونه بود مگر صبح به صبح کشا از یه واکس زده رخته او تو کده یک ذره چای زلاتر بیا می پیاله میزد به فرق سرمه تو اگه این سرمه نگاه بکنی که قدود در دست ازی حالی ارزه نداره جلو زن خوب بگیره میه اینجا میشینه گریه میکنه زنچه بدبخت وقتی دوماد امروز دیگه 100% تصمیم گرفتم خب که خور به دار بزنم تنه ببر میدارم فقط کشی و تو بکو دیگه کشتنی و به جنب ما خور ادام میکن تو همون غیرت هم نداری آخه تو به تمام معنا بریم معلوم تی گپ و مفت ندن بازال پیش خوار که رسید غیرتی شدی ما خور ادام میکنم با قرآن گناه و دختر مرتگه زن یک ذره نیه همین برار تو همین بیننگ و بیاره نیه که دیگه چی بگو خب بدیدو به هر جا تو به سر کار رفتی 2 روز بزید رو 30 تو بیرو کردم تو چری مثلا گپا مفت میزنی زن مایه آمال به جلوی رو خوار تو میگم زن مایه که از قوم خشک و نمونه ننگ سر سیال و نمونه راست میگه حداقل یک لقمه نون برابر خوبم زن ببرن او دل عوض گوش نمیکنه او دل عوض میوه نمیکنه تو بیننگ 24 ساعت میت لدر به تام جدا میگردی بس خلاص آخر کم زن خو ملامت میکنی به قرآن زن یک ذره ملامت نیه دختر مسلمان ملامت نکن تو برو زندگی از سکو که چی تیار کرده تا طرف از او گم نزن نگاه کنی هم دوماد انی هم بیامده طرفداری از اون میکنه آخه یک رنج دارم بس زده که تو رنجام زیاد نکن رنجی نیه من میبینم که تو همون آدم بیکاری تو همون آدم با جز لاف و پوف زنی به جای 4 تا که بشینی آخر اما یک ذره غیرت بخوب خرجی برو بخو یک چرخ پیاز کچلوی بکو برو به یک جای شاگرد جو بخی به سند سال کار نداره برو یک کاری بکن حداقل یک اوک بری که راست میگه میگم بهم حرفم میکنی هرچی من بگم چی به حرفتو کنی؟ یعنی بهم حرفم میکنی یا نه اگه با فایده زندگی تو باشه نه تو چی کردی اگه مردی غیرت داری خودی ما بیا بریم خوب من خور به دار میزنم اگه خور نکشتم خوب اسم خو میگم گپا ماف نه چرا تو کارا میکنی برو نه خوار من تصمیم خود بگرفتم ای تو آدمی ما هم چیکار کنیم دیگه او به اینجی نمیگه دومات به اینجی میگه خوار ما با فایده تو میگم آخه داریم به فایده تو گپ میزنه برو خب بگو چرا میری خور ادام میکنی چرا میری خور میکنی گپا ماف میزنه ادام به کجا ادام میکنی ادام میکنی خور میکش واقعیته واقعیت هم تو تنه ببر نکن نکن تو بیا جلو برو نکن صبر کن اگه من خود برو بیا هیچ برو دیدارا با قیامت خواه منم تو این برو به کار بیعقلی نکنه خود بکشه خدا چیکار کنه خدا همین زنگاه به زوال مرگ بیاره که به انده گپی بونه میگیرم بیا غیرتی بیا اگه یک ذره غیرت داشته بشه خودم رو معلوم میکنی و دار الوداع کسی که به خاطر زن خور به دار میزنه الوداع منم آخرین نفسا منه که نفس میکشم بیا گرم نفس آلی تیار کردی؟ بیا کسی که به خاطری که زنی او از خونه بیرو کرد به خاطری کار و بار خور به کشته میده خور به دار میزنه منم یعنی خورمه میکشم مردم خوب گوش کنیم که یک جوانی نازنینی از این دنیا میره نازنینی هم هست نازنینی بیا به خاطری که زنی او به خاطری که زنی او از خونه بیرو کرد گوه بیکری برو خور به دار بزن الان اگه من خور به دار میزنم آماده ای؟ میگم
آخرین دیدارم بتونه کم دگر میبینی. سه بود دنیا میبینم تو. میگو. خب دیگه الوداع یک جوان ناکامی که دست زن خور به دار میزنه. یعنی خلاصه دیگه خلاصه نه خلاصه دست نگاه دار ناجوان. آخه چه ریت کارا میکنی؟ همین کسی که به دار مایم بزنم همین کسی که مایم به دار بزنم آخرین آرزویی از اون میپرسم تا می آخرین آرزوی من هم بپرسک دیگه است. تو آرزو چی داری؟ به تو غیرت تو آرزو داری؟ آرزوی ما چیکار کنه؟ آخه میگم خاکم آرزو داره مشت آرزو نداره همه انسان و جهان همه آرزو داره. آله بگو بس وقت طلب نکن کار دارم. آرزوم اینه خب که یک دفعه دیگه برم بخونه خب ببینم که مادر بچه ها به من میگه برو خور به دار بزن. اگه گفتن من میام خور به دار بزن. تو فقط همین تنوای اینا رو نگاه دار. خب همین آخرین آرزو رو من میزنی من میرم خبری به تو میام بیار ما تو از مسخره که دیگه ما خور به دار میزنم حالی هم برم از زن خب بپرسم که آخرین آرزوم همینه که یعنی ما خور به دار بزنیم اوها بگه برو بابا بیننده بی غیرت زنزلی